بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوهایی که انسان بعد از مرگ می کند. ای کاش خاک می بودم. سوره نبا آیت 40. ای کاش برای آخرت خود چیزی می کردم. سوره فجر آیت 24. ای کاش نامه اعمالم برایم داده نمی شد. الحاقه 25. ای کاش فلان انسان را به دوستی نمی گرفتم. فرقان 28. ای کاش فرمانبرداری الله و رسولش صلی الله علیه و سلم را می کردم. احزاب 66. ای کاش راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی می کردم. فرقان 27. ای کاش من با آنها یعنی مؤمنان می بودم، حال کامیابی بزرگ حاصل می کردم. نساء 73. ای کاش با رب خود کسی را شریک نمی آوردم. قف 42. ای کاش راه برابر شود که دوباره به دنیا برگردیم و نشانه های الله خود را انکار نکنیم و از جمله مؤمنین شویم. انعام 27. اینها آرزوهایند که بعد مرگ لازم نمی شود. ای مردم، برادران و خواهرانم، گوشهایتان را باز کنید و گر بعد این هم نشنویم، در حقیقت کرانیم. بیایید اصلاح شویم تا در آخرت از ناامیدان نباشیم.